پس نشستی که درس بخونی. به خودت قول دادی که فقط 1 ساعت، بدون گوشی. اما هنوز 10 دقیقه نگذشته اون صدای ریز و آشنا تو سرت میپیچه. یه چک بکن، شاید خبری باشه. بعدش یهو به خودت میای و میبینی دیگه درس نمیخونی، داری بی هدف اسکرول میکنی. و دقیقاً همونجا میفهمی یه مشکلی وجود داره. تو انتخاب نکردی که حواست پرت بشه. مغزت برات انتخاب کرد. امروز میخوام بهت نشون بدم چجوری میتونی تمرکزتو پس بگیری. نه با زور زدن ها، با فهمیدن اینکه اون پشت پرده مغزت واقعاً چه خبره. بیا مغز رو دوباره برنامه ریزی کنیم. ببین، مغز ما اصلا واسه دنیای امروز ساخته نشده. این سیستم مال 1000 سال پیشه. واسه شکار و زنده موندن تکامل پیدا کرده. نه واسه نوتیفیکیشن و اینستاگرام. واسه همین مغز عاشق چیزای جدیده. هر اعلان، هر ویبره، هر لایک براش حکم یه خطر یا یه پاداش رو داره. اینجاست که پای دوپامین میاد وسط. برخلاف تصور خیلیا، دوپامین هورمون لذت نیست، هورمون خواستنه. کاری میکنه که پاشی و دنبال چیزی بری. هر نوتیفیکیشن یه شات ریز از دوپامینه و یواشکی مغزت شرطی میشه که مدام دنبال شلوغی و تحریک باشه. واسه همینه وقتی میخوای درس بخونی، سکوت اذیتت میکنه. انگار مغزت فریاد میزنه پاشو یه کاری بکن. ولی خبر خوب اینجاست. میتونی سیستم دوپامین مغزت رو دوباره تنظیم کنی تا خودش دلش بخواد تمرکز کنه. همه اینا برمیگره به یه قانون مهم، انعطاف پذیری عصبی. درست مثل اینرسی فیزیک، مغزت همون کاریه که مدام تکرارش میکنی به عنوان مسیر پیش‌فرضش انتخاب میکنه. هر بار که 10 دقیقه تمرکز میکنی، داری مسیرهای تمرکز رو توی مغزت آسفالت میکنی و هر بار که تسلیم حواس پرتی میشی، برعکسش اتفاق میفته. تمرکز یه استعداد مادرزادی نیست، یه مهارته و هر مهارتی با تمرین ساخته میشه. خب چجوری این چرخه رو بشکنیم؟ 3 تا تکنیک علمی وجود داره. اولیش ریست دوپامین. یه بازه 60 دقیقه‌ای بذار که توش هیچی نباشه. نه گوشی، نه نوتیفیکیشن، نه موزیک. اولش مغزت شورش میکنه. ولی حوالی دقیقه 15 اون بخش منطقی مغزت، همون لب پیشانی، روشن میشه. اینجا کار جدیشون رو میشه. یه آرامش خاص میاد سراغت. نه چون خودتو مجبور کردی، چون مغزت بالاخره قبول میکنه که خب ظاهرا خبری نیست. دومیش تکنیک لنگر. یه نشونه شخصی انتخاب کن. یه هودی، یه شمع یا یه عطر خاص. فقط و فقط موقع درس خوندن ازش استفاده کن. بعد از یه مدت مغزت این نشونه رو با تمرکز گره میزنه. این همون شرطی سازی کلاسیکه. کم کم تا اون شمع رو روشن کنی، مغزت اتوماتیک پرت میشه وسط حالت تمرکز. و سومیش همون قانون معروف 2 دقیقه است. به خودت بگو فقط واسه 2 دقیقه شروع میکنم. مغز از شروع کردن بدش میاد، نه از ادامه دادن. وقتی اون 2 دقیقه رو رد کنی، اینرسی شکسته میشه و دیگه نمیخوای کار رو نصف ول کنی و این خودش هولت میده تو مسیر تمرکز. وقتی اینا رو رعایت کنی، وارد حالتی میشی به اسم فلو. یهو میبینی زمان گم شده و حس میکنی رو غلطکی. برای رسیدن بهش 3 تا چیز میخوای: هدف واضح، یه ذره چالش و حذف مزاحم. وقتی اینا جمع بشن، مغزت یک کوکتل شیمیایی عجیب میسازه که توش هم دوپامینه، هم نورپینفرین. اینجاست که دیگه با تمرکز نمیجنگی، تو خود تمرکز میشی. هر بار که انتخاب میکنی تمرکز کنی، فقط یه فصل کتابو نمیخونی. داری هویتت رو عوض میکنی. داری به خودت ثابت میکنی منم که ذهنمو کنترل میکنم. وقتی خودتو یه آدم متمرکز ببینی، بقیه عادت‌ها هم پشت سرش میان. چون رفتار نتیجه هویته، نه زور بازو. تو دنیایی که طراحی شده تا حواست رو بدزده، تمرکز میشه سوپر قدرتت. تو وقت بیشتر نمیخوای، تو حضور بیشتر میخوای. پس دفعه بعد که میشینی پای درس، یادت باشه داری فقط یه کتاب باز نمی‌کنی. داری مغزتو تربیت می‌کنی که عاشق نظم بشه و یه روز میفهمی بزرگترین سلاحی که داشتی تمرکزت بوده. مغزتو تربیت کن، زندگیتو کنترل کن. و اگه از این ویدیو خوشت اومد، کانال رو سابسکرایب کن.